سلام به همگی، به کانال مزه‌چی خوش اومدیم تو کمتر از 20 دقیقه یه برگر بزنیم که حالشو ببریم دیگه. حالا ویدیو رو تا ببین، اگه حال کردی سابسکرایب و لایک فراموش نشه. ما اینجا سیر رو رنده کردیم، پیازم رنده کردیم با دونه کوچیکی پیاز متوسط بسته. حتما باید آبشو بگیریم، چون اگه آبشو نگیریم روی منقل وا میره گوشتتون. یکم فلفل، یه مقدار نمک، یک مقدار فلفل قرمز. این سسه، منظورم سس فلفل واقعا تو تنده. همه چی خوشمزه میشه، حتما بریز. من خیلی دوست دارم. یه ذرم از اون سس خردل. اینا رو خوب با هم دیگه ورز میدیم. بعد اینا رو خیلی خوب گرد کنیم که بانه. چی گرد کردی؟ این چی میذاریم کف دستتون؟ این شکلی فشارش میدیم. Can't feel my face, I'm in this bitch. Been up 2 days, now I hit the switch, let's go. خب بچه‌ها، ما 2 ساعت این گوشتمون رو گذاشتیم تو فریزر به خاطر اینکه یه ذره خودشو بگیره که روی آتیش خودشو نندازه.